چطورید؟ امروز باید آینه جلوه رو بس کنیم. دو جای خراب شده، یعنی دیشب من باید بستم. گلگل عقبم باید باز کنیم تا ویدیوی بعدی که میشه فردا، چون ما همین چرخلا بگیریم گلگل عقب درست کنیم. پس آخر ویدیو با هم بیایم. بوکس 17 با لغلق کمک کنم. فقط اون واشر رو ببریم. مشکل ما فقط همین واشر است. گلگلم اینجا شکسته، این میره بالا پایین. کلا دیگه نمیخوام بگیرم چون تقریبا قراره این دوچرخه بیاد. دیگه گلگلی زیاد به کارم نمیاد. فقط اینکه زیاد به ترکمند و اینا زیاد آب نگیره، به پشت هم زیاد آب نزنه. ویدیو رو استاپ میکنم وقتمون زیاد تلف نشه. واسه این مثل آینه ها من نوار تفلون، ولی بازم میره بالا پایین. به خاطر همین روی هر یه دونه از اینا یه دور چسب دو طرفه میپیچم. بارونم میخواد بیاد، باید سریع تموم بشه. تا اینجای ویدیو اومدی لایکش کردی؟ لایکش کنی ها.
اونا نگه داشتن اونا من یه ایده خرج دارم. روم تعمیرگاه دوچرخه برای دوچرخه قدیمی ها این هستش روی ترمز دوچرختون هست واسه قدیمی ها واسه بچه ها 2 تا از اونا گرفتم کنم شد 35,000 تومان 40,000 تومان. اینو میاریم با آرامش میذاریمش اینجا. حالا چرا چسب میزنم؟ به نظرم سوال باشه به خاطر اینکه احتمال زیاد اینا راه میرن چسب کمکشون کنه که دیگه راه نرن. من ویدیو استوب میکنم وقتمون تلف نشه. پروژه با شکست مواجه شدیم که شله و من میخوام یه تیریکی بزنم. میخوام من باز کنم ببینم اصلا میشه این پیشماره 6 رو این بس یا نه. باید بریم 7 بگیریم 5 بگیریم. به نظر میاد که میخوره. سوال نپرسید. میخوره. چرت داره میگه. ببین این پیشماره 6 فکر کنم برای همین دوچرخه‌ها بخوره روی دنده‌شون. و اینکه به نظر من تو این ویدیو نمیدونم توش کاری بازی یا نه. اگه واسه شما هم خورد برید اینو جوش بدید روی این خودتون راحت کنید. دیگه ما فعلا نیومدیم اون قسمت اول آینه است. به جای اون گلگیل رو باز میکنیم. اینجا چی بازش اصلا بریده. این 100 بار شده این بریده. همش از این
فروشی است. ای بابا ببین به پایان ویدیو رسیدیم. اونایی که میخوام آینه دوچرخه بگیرن با هزینه و اینا میشه فکر کنم 400 تومن. به جای اون بری آینه هوندا بگیرید 200 تومن. دو تا پیچ هم که داره 5000 تومن میشه 10 تومن 210 تومن. 40000 تومن هم میتونید برید جوشکاری پیچتون رو جوش بدید بین. میشه چقدر؟ میشه حدود 250 تومن. 250,000 تومن شما میتونید یه دونه آینه دوچرخه واسه خودتون درست کنید. نه اینکه 200 تومن اضافه تر بدید. ولی بازم میگم لایک، سابسکرایب، دکمه زنگوله بزنید تا منو به اشتراک بذارید. خدا یار و یاورتون. خدا حافظ.